امروز اومدم هر چی سوال داری از اون ویدیو تفنگ خیلی تو جواب بدم. یا فقط یه لحظه واسین من بشین درست بریم که بهتون جواب بدم. لیتس گو بیبی داداش. چرا تو اون ویدیو نمیخواستی فیس ریویل کنی؟ خب اگه من بخواستم تو اون ویدیو فیس ریویل کنم خب معلوم میشه صاحب چنل کیه. بعد آخر همین ویدیو صورتمو نشون میدم. بس یه لحظه داشت آخر ویدیو نه الان. بریم سوال بعدی. لبوبو داری؟ آره دارم، یه دونه مینیشو دارم ولی بهم گفته بودن که میتونه چی میگن شب رنگ باشه. تو داری؟ آره دارم، خیلی هم قشنگ سیکرت در اومد ولی آره دیگه من ولی اصلا دوست دارم بیارم. بریم دیگه. آره بریم سوال بعدی. این سوال خیلی خوبه. مال کدوم شهر یا استانی؟ خب ببین من مال خراسان رضوی ام و مشهد و شهر فریمان. من عاشق اینجام و هیچ وقتم ترکش نمیکنم. بریم دیگه جدا تمام نشه ولی اصلا نمیدونم. بریم سوال بعدی. چند سالته؟ خب من با این زبون نمیگم بهتون، با این زبون میگم. 11 سالمه و کلاس 5م. خب واسه خب کیار تو یوتیوب میبینم؟ ببین من اوتوری میبینم، محمد رضا رو میبینم، میلاد فرس رو میبینم، ماهان میبینم و ماهان میلاد و مستر بیست و اسکیبیدی توالت و امیر جی ان و دیگه که میبینم یوسف رو میبینم. همه اینا رو میبینم و آره من اینا رو خیلی نگاه میکنم، یعنی کل یوتیوبم شده اینا، فقط اینا. و آره دیگه بریم فستیوال. آها فکر کردی من فستیوال رو نشون میدم؟ داشت اشتباه کردی. من 3 بار هیچ وقت نشده خودم فستیوال کنم بعد بخوام بیام توی یوتیوب فستیوال کنم. بابا بریم اون ور دیگه. آره من پا میشم یوز مونم بفهمه. بله خداحافظ.